سلام. بالاخره اون پاکت پرکن روتاری که قبلا فیلمش هم گذاشته بودیم در حال ساختن بود به مرحله تست رسید، ساخته شد، خیلی عالی جواب داده. حتی کوچکترین مشکلاتی هم که فکر میکردیم باید داشته باشیم توش نداشته، مخصوصا سیستم توزیعش اصلا نوسان نداره، با اینکه پکرهای خطی ثابت توی جایی مثل زیر سیل کار گذاشته میشه، دستگاه‌های دیگه باعث نوسان خود لودسل و نمایشگر میشن و پردازشگر. این سیستم خیلی سیستم ساده دیجیتاله، اصلا به هیچ عنوان کوچکترین نوسانی تو توزیع نداره. بقیه مواردش هم که خب قبلا داشتیم مشکلاتش برطرف شده بود چندین سال اخیر و این اولین پکر روتاری بهترین حالت داره کار میکنه. حالا تست سردش رو الان انجام دادیم، انشالله تو چند روز آینده که یه مقدار بتونیم یه مواد پودری بیاریم کارخونه و بریم تو تست گرمش. تا اینجا عالی جواب داده، بسیار عالی جواب داده. انشالله که بتونیم در خدمت تولید کنندگان عزیز باشیم. یا حق.